این بار اعلام خطا به نفع تراکتورسازی تبریز. پاس پشت مدافعین، موقعیت برای عرفان رد میشه، اما در ادامه بازیکنان پرسپولیس توپ میگیرن. این ضربه و گل توی دروازه، گل برای تراکتورسازی تبریز. فرهاد خیرخواه نتیجه بازی رو 1-0 به نفع تراکتورسازی تبریز رقم میزنه. تراکتورسازی 1 پرسپولیس 0 و ورزشگاهی که به شدت خوشحال هست. ادامه خواهد یافت. این حرکت اولهروم هست که تعادلش رو از دست داد. اشتباه بازیکنان پرسپولیس، جلال اکبری و در نهایت ضربه خیرخواه که به این شکل درون دروازه پرسپولیس قرار میگیره. پرسپولیس 0 تراکتورسازی 1. گلی که فرهاد خیرخواه به ثمر میرسونه و این هم خوشحالی تماشاچیان حاضر در ورزشگاه.